بگیره و بیاد ثابت کنه که من پول برای همین من نیستم، ما انقدر باید قدرت مالی و چیز وکالت داشته باشیم که بتونیم وکلای جمهوری اسلامی رو جواب بدیم و ثابت کنیم هست. مدتی من با ایشون بحث می‌کردم و بالاخره در آوردم. خب اگر این قانون حاکم نبود که حتی تا اینجا نظارت داشت بر اتهام زدن به افراد، خب من قشنگ اسم کاملی ایشون رو نوشته بودم، عکسش هم گذاشته بودم، همه کارا رو کرده بودم. در نتیجه مشخصات بردم تو وبلاگم. تو وبلاگ کتاب گذاشتم که چیز قانونی متوجه خود کتاب نکنه. در نتیجه به نظر من فقدان آزادی و قانون. سوال بعدی بریم یا به حال تا ببینم که متاسفانه جوز که آقای پروین خیلی ممنون. من قبل از اینکه بیایم اینجا یه دونه مقاله از شما که اخیراً توی پویا چاپ شده رو نگاه می‌کردم و خواستم یه نکته در اون بگم ببینم در نظر شما بزرگترین اشکالی که ما از رژیم جمهوری اسلامی می‌گیریم و به اون حمله می‌کنیم در کنار اینکه یک رژیم شکنجهگر و آدمکش و دیکتاتوری هستش، این که سران این رژیم و خود این رژیمی دروغگو، حقه‌باز، خلاص و به صورت بدون اخلاق. من فکر می‌کنم کسانی که در رابطه با جمهوری اسلامی می‌خوان مبارزه بکنن، فعالیت بکنن، خودشون اپوزیسیون نمودن، حداقل باید از این زمینه مبرا باشن. من این مقاله متنی رو از شما می‌خونم در رابطه با اینکه نوشته بودش که تحریم اقتصادی علیه ایران موافق باشیم یا مخالف. فکر کنم همین اخیر نوشتیم. فکر کنم این مال آقای جمشید هست. جمشید هست. اوکی. جامعه بین‌المللی در رابطه با تحریم‌های جمهوری اسلامی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از قوانین عمومی جهانی به اصطلاح زیر پا گذاشته، سازمان ملل متحد اون رو تبدیلش کرده و اون رو در معرض تحریم‌ها قرار داده. بعد دیگه در آخر دیگه این به اصطلاح مصادمه‌آمیزترین برخوردی که با جمهوری اسلامی میتونسته بکنه، مگر حرکت بعدیش جنگ. من سوالم اینه که اولا کلاشی و حقه‌بازی رو روزی‌ها در اینجا می‌بینم که اگر اولا جامعه بین‌المللی از کی حالا آمریکا و متحدین استعمارگر اروپایی جامعه بین‌المللی هستن. همونطور که می‌بینیم اکثریت کشورهایی که در کشورهای متحد هستن از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی کردن، کشورهای اسلامی پشتیبانی کردن. در سازمان ملل متحد گفته همین شخص میگه که ترکیه و برزیل نظر منفی دادن، لبنان هم نظر ممتنع داد. و جامعه جهانی کجا هستن؟ مسئله دومی که چگونه ایران باعث شده که مسئول تنبیه هسته؟ مگه در این دنیا کشور صهیونیستی بغل دست ما با داشتن 200 بمب اتم به هیچ مسئله‌ای گردن نمیذاره، هیچ گونه تحریمی علیه صورت نمیگیره و همه ازش تجدید میکنن؟ بعد در رابطه با جمهوری اسلامی این گونه برخورد، به خاطر اینکه این عناصر آدم‌هایی هستن واداده و به نظر من کسی بهتر از این حتی تئوریسین‌های آمریکایی و طرفداران خود آمریکا و غرب در این خوبی از رژیم غرب پشتیبانی کنند. من در نهایت فقط یه نکته بگم، من مطلب شما رو به عنوان یکی از سرشناس‌ترین تفاوض‌های جمهوری اسلامی و که در اینجا به توسط تفاوض لس آنجلس به اینجا دعوت شدیم و در این برنامه شرکت کردیم. خیلی ممنون. امیدوارم که از این برنامه تفاوض و دوستان تفاوض ما اینجا بیشتر بذارم و ملت هم بیشتر با این آشنا بشن. فقط من خواهش می‌کنم که مقاله جمشید اسدی رو با تفاوض اشتباه نکنید. آقای جمشید اسدی قهرمانن، فرق می‌کنه. این چیزایی که شما اینجا دیدم امروز آقای ایلت مستاقی شما رو به عنوان تفاوض زندان حتی آقای کیانوری رهبر بله درسته، قبول دارم. من که گفتم جاسوس هم هستم، تباب یه چیزی نیست که سیاه، موساد، کاگبه همه اینا هستم، اون که چیزی نیست. یه توده‌ای جاسوس. آره ولی اگه بخواد چطوری بیرون بکنه من اعتراض حالا شما خودتون ناراحت نکنید، ما جاسوس و تبابی دیگه شما مسرد بشید. از این ناراحت شدید چجوری این آدم تبابی رو اصلا میده به صحبت یعنی
We don't need a car. We don't need a security here. با صدای آروم و ملایم. نه آقا سکیوریتی هست این تو 4 نفر داریم لاجوردی مرفوض عنوان می‌کرد موقع که دستگیر می‌شدن و می‌اومدن برای خیلی توهینه خیلی توهینه یا بچه‌هایی که پیچ رد می‌کردن معروف بود پیچ گوبر رفت بعد این شرایط من البته نمی‌خوام تعمیم بدم که شما توبه کردید مثلا بحثم نیست. ببینید که تو دل دو تا برآمد خائنانه را از خودش گذرونده. یکی در مقطع سال 32 که با خیانت به جنبش ملی شدن صنعت نفت و یا مواردی خودتون اطلاع دارید و یکم اون حرکت خائنانه که بعد از اومدن جمهوری اسلامی در بعد از سال 57 شکل گرفت. من میخوام ببینم که آیا شما این دوره ای رو که به این نتیجه رسیدیم که این حرکت‌ها درستی نبوده، همونطور که توی مسابقتون با ارزان نشدن میخواستم اینو بهتون چیز کنم، ازتون سوال بکنم که این پروسه‌ای که شما طی کردید و به این نقطه نظر رسید که این حرکت‌هایی که این دو مقطع انجام شد حرکت‌های خائنانه‌ای بوده، این اگه امکانات این پروسه رو شرح بدید ببینید ما واقعاً چرا خود رهبرای حزب توده و آنهایی که الان دارن از این حرکت‌های خائنانه گذشته دارن دفاع میکنن چرا به نقطه نظری که شما الان رسیده نمیرسن؟ ممنون. والا اینه که چرا اونا نمیرسن نمیدونم چرا نمیرسن، اما در مورد شخص من همونطوری که توضیح دادم اساسا ورود من به صحنه سیاست ورود عاطفی بود. رحمان عاطفی که خانم سرشار خواستن من ازشون استفاده انسانی بود کاریزماتیک و قهرمان زیبا و یک انسان کاملی که با اینکه من دیگه عقاید گذشته‌اش رو قبول ندارم ولی خودش رو به عنوان یک انسان، نه من همه کسانی که نظرات مخالف سیاسی با ایشون دارن ایشون قبول دارم، به هر حال که صرف نظر از دیدگاه سیاسیش واقعا انسان یگانه‌ای. تحت تاثیر رحمان من گاهی چپ داشتم جلب این ماجرا شدم و تا آخر خط رفتم، یعنی دستگیر شدم رفتم زندان و شکنجه شدم، زیر شکنجه توبه کردم که کتابم به صراحت نوشتم، افتخار میکنم که زیر شکنجه توبه کردم، از استبداد توبه کردم، از دیکتاتوری توبه کردم، از وابسته بودن توبه کردم. این واسه افتخار منه. از چی توبه کردم؟ آیا من باید وام ایستادم و میگفتم که اون حرفا درست بوده و از اون حرفا دفاع میکردم این درست و قهرمان میشدم؟ نه، من با کمال سرفرازی میگم که از اون گذشته وابسته به دیدگاه اقتدارگرا توبه کردم و 40 سال هم از کردم، مورد امروز نیست، از 40 سال پیش دارم. بعد همونطور که در کتابم خیلی از دوستان که این چیزا رو میگن این کتابو نمیخونن بعد حرف میزنن. بعد وقتی که شاید بعد از 4 ماه یا 5 ماه که زیر فشار عصبی که حتی خودم رو واقعا فراموش کرده بودم، یه شبی که تو سلول را میرفتم این آهنگ مرا به بوس یاد من اومد. یه مقداری ترانه هر کسی